بدون یه هزاری خرج یه طرفم بهت میگم برف بکنه مثل اینور شیشه رو لیس بزنه، اینجوری رد آب و کف روی شیشه نمونه. قبل از اینکه بخوای بری پول بدی تیغه بخری این کارو بکن. این اهرام برف بکنه میاری بالا، یه دونه خار این زیر داره، این خار رو فشار میدی تیغه قشنگ آزاد میشه. حواست باشه اهرام از دست در نره بزنه شیشه رو خورد کنه. با احتیاط میذاریش روی شیشه. این زیر رو نگاه کن الان فاصله داره، این نباید اینجوری باشه، دقیقاً باید بخوابه روی خود شیشه، مماس با شیشه باشه. دوای دردش هم همین دو سویه که دست هم می‌بینی، دقیقاً می‌ذاری این قسمت اهرم می‌کنی، یه خورده خلاف جهت می‌چرخونی که دقیقاً مثل الان مماس با شیشه باشه. حالا تیغه برف بکن رو میندازیم، یه بار میریم تستش می‌کنیم. اگر که این روش به جواب داد که اوکی، اگر جواب نداد اون موقع برو و تیغه برف بکناتو عوض بکن. اینم از یه ترفند خفن و نتیجه کار. پیج گلپانیا پر از این نکات خفن که رایگان بهت آموزش دادیم. حتما پیج رو فالو کن، از همشون استفاده کن.